فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت‌های گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی، خدمت شما دوستان عزیز ابوابی که تقریبا مقدمه گفته میشد در کتاب طهارت که عبارت بود از بیان کردن انواع آبها و اینکه اصل در آب پاکی است و آب پاک و پاک کننده است و همچنین آب چه وقت نجس میشه، چه وقت پلید و ناپاک میشه و همچنین ابواب نجاست که کدام چیزها نجس گفته میشه و توسط چی باید پاک شود و همچنین ابواب اوانی و ظرفها که مراد از او ظرفهای طلایی و نقره‌ای استعمالش جواز داره یا نداره و همچنین ظرفهای کفار استعمالشان چی وقت جواز داره و چی وقت جواز نداره. این مقدماتی بود که علما در باب طهارت ذکر میکنن. احادیثی که در این مورد وارد شده بود خدمت شما دوستان عزیز بیان کردیم و امروز ان شاء الله در این قسمتی از برنامه شروع میکنیم به باب اساسی از ابواب طهارت که او باب وضوء است و چون وضوء شرط اساسی از شرطهای نماز است، لذا چون نماز بدون طهارت درست نیست و طهارت در نماز شرط است، لذا در کتاب طهارت از جمله ابواب اساسیات باب وضوء هست که علما او را ذکر میکنن و احادیث زیادی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده است که طریقه وضو کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان میکنه و اینکه کدام افعال در وضو فرض و واجب است و کدام افعال من حیث سنت و مستحب ادا می شود و نواقض وضو کدام است که کدام افعال وضو را میشکنه. این همه چیزهایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث مختلف برای ما بیان کرده. ان شاء الله در چند حلقه و در چند قسمت این احادیث را خدمت شما دوستان عزیز بیان میکنیم. و در باب وضو، اولا وضو از وضاعت یعنی حسن و نظافت، یعنی روشنایی و پاکی و همچنین به معنای حسن یعنی جمال از این چیز گرفته شده. و وضو را به خاطر از این وضو میگن که انسان را جمال میبخشه، انسان را نظافت و پاکی میبخشه. چون انسان وقتی که به وضو مداومت میکنه همیشه پای به وضو میباشه، انسان است که
هیچ نوع ناپاکی در او نیست. او از پاکی از نجاست حسی و از معنوی خود را پاک میکنه و همچنین در او انسان همیشه حسن و جمال موجود می باشه که آثار وضو همیشه در چهره از او آشکار و هویدا می باشه. لذا وضو را وضو گفته میشه به خاطر از اینکه برای انسان جمال و حسن و نظافت می بخشه. و در مورد از اینکه وضو از جمله شرط نماز است و نماز بدون ازی درست نیست، علما برای از این آیت 6 سوره مائده دلیل ذکر میکنند که الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ای مسلمان ها، ای مؤمنان، وقتی که شما اراده قیام به نماز کردید، وقتی که خواستید که نماز بخوانید، باید قبل از ادای نماز چی کنین؟ اول روهای خود را بشویید، بعد از او دسته های خود را تا به مرفقین تا آرنجه ها بشویید و بعد از او به سر خود مسح کنید و بعد از آن پاهای خود را تا به جلک ها تا به جلک بشویید. این حدیث را، این آیه کریمه بیان کننده عزیز که انسان قبل از اینکه اراده نماز میکنه باید وضو کنه و در این آیت 4 فرضی از فرایض وضو که وضو بدون انجام دادن آنها درست نیست ذکر شده است که مراد از او عبارت از او شستن روی است و همچنین شستن دسته ها تا آرنجه ها و مسح سر و شستن پایه ها و این 4 فرض من حیث اجمال در این آیه ذکر شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله این را در احادیث زیادی تفصیل دادن. و همچنین حدیث متفق علیه که ابو هریره روایت میکنه، حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حدثا حتى يتوضا. الله متعال نماز هیچ یکی از شما را قبول نمیکنه هنگام به وضو شوه، وقتی که به وضو شوه، وقتی که به وضو شوه تا که وضو بکنه، یعنی در حالت به وضویی الله متعال نماز شما را قبول نمیکنه و وقتی قبول میکنه که شما وضو بگیرین و پا به وضو باشین. و این حدیث هم دلالت به این میکند که وضو شرط نماز است، نماز بدون وضو درست نیست. و در مورد فضائل وضو احادیث زیادی از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده که در احادیث گوناگون پیغمبر صلی الله علیه و آله برای وضو فضائل زیادی ذکر کرده. از جمله آن حدیث است که حضرت ابو هریره روایت میکنه، امام مالک آن را در معطا روایت کرده که حضرت ابو هریره میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطیئه. وقتی که انسان مؤمن یا مسلمان وضو میکنه، وضو میگیره، وقتی که روی خود را میشویه، هر گناهی که توسط روی کرده، یعنی توسط چشمهایش کرده، دهانش کرده، بنیش کرده، گوشهایش کرده، هر چیزی که متعلق به روی است، هر گناهی که با توسط روی انجام داده او گناه از روی از او میریزه. و همچنین وقتی که دسته های خود را میشویه، هر گناهی که توسط دست کرده او گناه از او میریزه و پاک میشه. و همچنین وقتی که سر خود را مسح میکنه، هر گناهی که توسط سر کرده او گناه از او میریزه. و همچنین وقتی که پاهای خود را میشویه، هر گناهی که توسط پا کرده گناه از او میریزه و پاک میشه. و در آخر حدیث میفرماید که حتی یخرج نقیا من الذنوب، وقتی که وضو را خلاص میکنه او انسان از گناه پاک میبره. یعنی به این معنا که مراد از این گناه صغیره است. علما میگن چون گناه کبیره شرط چیزی است که باید انسان توبه کنه. الله متعال گناه کبیره را بدون توبه نمیبخشه، آنچه که متعلق به حقوق الله تعالی قرار میگیره. و همچنین گناه کبیره که متعلق به حقوق عباد قرار میگیره، غیر از توبه باید خود را از شخص مقابل باید استبرا یا معافی بطلبه. اگر حقوق مالی باشه باید حق از او را ادا کنه و حقوق معنوی بوده باشه باید از او بخشش بخواه. و اما گناه‌های در این حدیث که ذکر شده و همچنین حدیث دیگری که اعمال صالحه گناه انسان را پاک میکنه، مراد از او گناه صغیر است که الله متعال توسط وضو گناه‌های انسان را میبخشه و به هر قطره‌ای که از جسم انسان میرزه توسط از او یک گناه صغیر از انسان میرزه تا اینکه انسان از گناه صغیره پاک میشه.
و همچنین حدیث دیگری امام مالک روایت میکنه از صحابی جلیل عبدالله صنابحی که ایشان تقریبا در حدیث اولگی فرایض وضو را ذکر کرده بود، اعضایی که شستن از او در وضو فرض است. ما در حدیث بعدی دیگر اعضا را هم ذکر میکنه که توسط وقتی که انسان دهان خود را میشویه مزمزه میکنه گناه ها از دهانش میریزه، وقتی که بنی خود را میشوید گناه ها از بنیش، و همچنین دیگر اعضا که میفرماید اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. وقتی که انسان مؤمن وضو میکنه و دهان خود را میشویه مزمزه میکنه گناه ها از دهان از او بیرون میشه. و همچنین وقتی که بنی خود را میشویه استنثار میکنه، آب از بنی خود پایان میکنه، گناه هم همراه او آب از بنی از او میریزه. و همچنین وقتی که روی خود را میشویه گناه ها از روی از او میریزه حتی تخرج من تحت اشفار عینی، تا که از زیر پلکه های چشمش هم گناه ها از جسم از او میریزه و پاک از روی از او میریزه و پاک میشه. و همچنین وقتی که پاهای خود را میشویه گناه از دسته های خود را میشویه گناه از دسته های از او میریزه حتی تخرج من تحت اظافره، تا که گناه از زیر انگشته های دست از او، ناخن های انگشت دست از او هم میریزه و پاک میشه. و همچنین وقتی که سر خود را میشویه مسح میکنه و گوشه های خود را مسح میکنه گناه از سر و گوش های از او میریزه، حتی که از داخل گوش هایش هم گناه هایی که کرده میریزه. و همچنین وقتی که پای خود را میشویه همه گناه هایی که توسط پای انجام داده از پای از او گناه ها میریزه، تا که از زیر ناخن های پاش هم گناه ها میریزه و پاک میشه. و در آخر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ثم کان مشیته الى المسجد و صلاته نافله له. بعد از اینکه انسان وضو میکنه، انسان مؤمن توسط وضو افعال وضو همه گناه از او، گناه های صغیره از او میریزه و پاک میشه. بعد از او به طرف مسجد که میروه و در مسجد که داخل میشه نماز که میخوانه، این همه برای از او یک کار اضافگی است، یک نافله است که خداوند متعال او را در میزان حسنات از او روز قیامت میشماره و سبب رفع درجه و بلندی مرتبه از او میگرده. و همچنین حدیث دیگری متفق علیه است، حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکنه از صحابی جلیل حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان امتی یأتون یوم القیامة غرلا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطل غرته فليفعل. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که امت من در روز قیامت می آیند در حالی که دو نشانه دارند. نشانه اولشان این است که اونها غرلا می باشند. غرل به این معنی که غرل اسبهایی را گفته میشه که در پیشانی از اونها کمی سفیدی بوده باشد، و محجل اسبی را گفته میشه که در بند دستش یا در بند پایش سفیدی بوده باشد. این نوع اسب وقتی که در مابین یک گله از اسبها بوده باشه خیلی قشنگ و مقبول ظاهر میشه و همچنان از دور شناخته میشه. پیغمبر خدا میفرماید که امت من در روز قیامت که می آیند در پیشانی های از اونها آثار وضو دیده میشه و همچنین در بنده های دسته های از او، در بنده های پای های از او آثار وضو دیده میشه که به اثر وضو روحای از اونها روشن و سفید می باشه و همچنین دسته های بنده های دسته های از اونها و بنده های پاهای از اونها روشن و سفید می باشه که از دور شناخته میشه که این جماعت، این امت محمد صلی الله علیه و سلم هستند. پیغمبر صلی الله علیه و فمن استطاع منکم ان یطل غرته فلیفعل. هر کی که بتواند که زیاد بکنه همون سفیدی روشنایی دست و پای و روی خود را پای کار را بکنه، یعنی وضو را به وجه احسن انجام بده، با اون طریقه‌ای که در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده به اون طریقه انجام بده و در موسم گرمی با استعمال آب گرم صبر شکیبایی نشان بده و همچنین در موسم سردی با استعمال آب سرد، از استعمال آب سرد صبر و شکیبایی انجام بده تا که بتونه که در روز قیامت روشنایی و حسن و جمال خود را بیشتر ابراز و ظاهر بکنه و بشود که در مابین امتهای زیاد امت محمد صلی الله علیه و سلم به این نشانه شناخته شوند. این بود دوستان عزیز بعضی از احادیثی که در مورد فضیلت وضو آمده و دیگر احادیث زیادی است و که در کتاب‌های حدیث
مبسوط و بیان شده است. و اما در مورد ازی که آیا وضو از خصایص این امت بود یا نه، یعنی وضو خاص به این امت است یا در امتهای دیگه هم بود، محققین و مدققین علمای اهل سنت به این نظر هستند که وضو خاص به این امت نبوده، در امتهای سابق هم بوده، چون نماز در امتهای سابق بوده و نماز بدون وضو درست نیست. وضو هم در امتهای سابق بوده، لیکن چیزی که این امت را تمیز میته، چیزی که این امت را از دیگر امتها جدا میکنه، او است که اثر وضو در این امت در روز قیامت هویدا و آشکاراست و او همین دو نشانه است که پیامبر صلی الله علیه و حدیثی که قبلا خواندیم بیان کرده که امت من در روز قیامت میآیند در حالی که غر محجل میباشند، یعنی در پیشانه هایشان آثار وضو موجود است و در بنده های دستشان و در بنده های پایشان آثار وضو موجود است. البته این تمیز یا این چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و برای این امت بیان کرده، این خصیصه، این خاصه که به این امت بیان کرده، این در امت های دیگر نبوده، لیکن وضو موجود بوده. اما در مورد ازی که آیا وضو در کجا فرض شده، در مدینه منوره فرض شد یا در مکه مکرمه فرض شد، در این مورد هم علما اختلاف نظر دارن، لیکن محققین اهل سنت به این نظر هستند که وضو در مدینه منوره فرض شد، چون آیه 6 سوره مائده آیه مدنی هست. سوره مائده خود هم سوره مدنی هست و این آیت هم در مدینه منوره نازل شده و این آیت است که حکمی وضو را برای مسلمان ها بیان میکنه. لذا وضو هم ما میشه بگیم که در مدینه منوره سر مسلمان ها فرض شد، مثل دیگه احکامی که اسلامی که در مدینه منوره همه سر مسلمان ها فرض و واجب شد. این بود یک مقدمه دوستان عزیز در مورد وضو. شروع میکنیم انشاءالله با احادیثی که در این مورد علما ذکر کردن در مورد وضو. اولین حدیثی که علمای اسلام در مورد وضو ذکر میکنن حدیثی است که حضرت عثمان رضی الله عنه طریقه وضو کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برای مردم بیان میکنه و عملی نشان میده که در او تقریبا فرایض و سنت‌های وضو همه جمع آوری شده. این حدیث را مولای عثمان، غلامی آزاد کرده شده حضرت امیرالمؤمنین عثمان بن عفان روایت میکنه به نام حمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. این حدیث را گفتم حمران که یکی حمران بن ابان یکی از جمله کسایی بود که در یکی از جنگ‌ها خالد بن ولید او را من حیث اسیر گرفت و او را من حیث غلام به حضرت امیرالمؤمنین عثمان بن عفان بخشید و حضرت عثمان رضی الله عنه را آزاد کرد و من حیث مولای خود امرایش خدمت میکرد و در این حدیث از حضرت عثمان روایت میکنه حضرت عثمان وضوء خاص، آبی وضوء خاص و وضو را برای مردم عملی نشان داد و در آخر گفت که ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که مثل وضوء من وضو گرفتن، همچنانی که ما به شما عملی نشان دادم همین قسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدم همین قسم وضو کردن. حدیث متفق علیه است، حدیثی که امام بخاری و امام مسلم این حدیث را روایت کرده و در بعضی روایت ها ادامه یعنی حدیث چنین آمده که من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. که حضرت عثمان فرمودند پیغمبر صلی الله علیه و سلم را من دیدم که مثل وضوء من وضو گرفتند و در آخر گفتند که هر کسی که مثل همین وضوء من وضو میگیرد بعد از او 2 رکعت نماز میخونه، 2 رکعت نمازی که در آن با نفس خود سخن نمیگوید، یعنی همه فکر و جسمی از او متوجه الله متعال می بوده باشد و هیچ نوع افکار غیر از نماز، غیر از ذکر الله در ذهن از او ورود نمیکنه. کسی که همین قسم وضو میکنه و 2 رکعت همین قسم نماز میخونه غفر له ما تقدم من ذنبه، الله متعال گناههای از او را میبخشه. دوستان عزیز یک میان برنامه کوتاهی میبینیم، بعد از او با شرح این حدیث
و احادیث و احکامی که از این حدیث استنباط میشه خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با ما باشید. تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار رويدك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة. بچه ها نماز، بچه ها نماز وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة فرور رضی الله عنها روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده شد کدامین عمل بهتر است؟ فرمودند برپا داشتن نماز در اول وقتش. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قبل از میان برنامه خدمتتان حدیث وضوء حضرت عثمان رضی الله عنه را تلاوت کردم و که حضرت عثمان رضی الله که حمران که مولا یا غلامی آزاد کرده شده عثمان بود، فرمودند که ان عثمان دعا بوضوء، حضرت عثمان آبی وضوئی برای خود خواست. وضو وقتی که به فتح واو گفته میشه مراد از او آب است که توسط از او انسان وضو میکنه، و اما وضو به ضم واو مراد از او فعل وضو کردن، انجام دادن افعال وضو. حضرت عثمان جام خاص یا ظرف خاص که در آب بود و توسط از او وضو کرد، وضوئی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیده بود که همچنان وضو کرده بودند. اول چی کرد؟ فغسل کفیه 3 مرات، دستهای خود را 3 بار شست. شستن دستها تا بنده ها در وضو با اتفاق علما سنت است، از جمله سنت های وضو است که وقتی که انسان شروع میکنه باید اول بعد از اینکه بسم الله میگه و نیت میکنه باید دستهای خود را تا بنده های دست 3 بار بشوید و شستن از این گفتم که سنت است. غیر از او که در حدیث دیگری آمده که اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في اناء حتى يغسلهما 3 مرات. این را اکثر علما میگن که واجب است وقتی که انسان از خواب میخزه دست خود را داخل آب و ظرفی نزنه تا که او را 3 بار بشوید. این شستن علما میگن واجب است، اما این شستنی که در ابتدای وضو شسته میشه این به اتفاق علما از جمله سنت های وضو است. ثم مضمض واستنشق واستنثر. مضمضه گفته میشه گرفتن آب در دهان و حرکت دادن آن در داخل دهان و بالا بردن از او به طرف حلق، این را مضمضه گفته میشه. و استنشاق گفته میشه بردن آب را در داخل کردن آب در داخل بینی و بالا کردن آن را به طرف خیشوم. و استنثار گفته میشه پایان آوردن آب را از داخل بینی. در این حدیث حضرت عثمان، حدیثی که حمران روایت میکنه، عدد را ذکر نمیکنه که چند بار استنشاق کردن و چند بار مزمزه کردن، لیکن حدیث دیگری از امام علی رضی الله عنه روایت شده که ایشان هم طریقه وضوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم آموختاندن و در او گفتن که واستنشق انه مضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى فعل هذا 3، که حضرت علی فعل مزمزه و استنشاق و استنثار را 3 بار انجام دادن. بعض گفتن که هذا طهور النبی صلی الله علیه و سلم، همین طریقه وضوء پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس از این معلوم میشه که شستن بینی و همچنین شستن دهان
باید سه بار انجام شود. و در مورد ازی که این فعل واجب است یا سنت است علما اختلاف نظر دارن. اکثر علما به می هستند که مزمزه و استنشاق از جمله سنت های وضو است و بعضی علما از جمله علمای حنابلة به این نظر هستند که نه، مزمزه و استنشاق از جمله فرایض وضو است و چون از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که ترک کرده باشه، همیشه به این کار مداومت میکردن و مداومت پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به وجوب میکنه. لیکن علمای احناف و جمهور علما به این نظر که این سنت است، چون در آیات ذکر نشده. آیه‌ای که فرایض وضو را به ما بیان میکنه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، آیه 6 سوره مائده فقط 4 اعضا را به ما بیان میکنه، لذا شستن همین 4 اعضا فرض است، دیگر اعضا سنت است. بعد از اون میگه ثم غسل وجهه 3 مرات، بعد از اون حضرت عثمان روی خود را 3 بار شست و این هم در آیت 3 بار ذکر نشده، چون در آیه قرآن کریم است که فاغسلوا وجوهکم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، در اینجا مطلق ذکر شده و در این حدیث تفصیلش آمده که باید 3 بار شسته شود. البته شستن روی علما میگن که 1 بار فرض است، اما 3 بار سنت و مستحب است. 3 بار شستنش فرض است، فقط 1 بار فرض است، با 2 بار و 3 بار سنت است. چون در حدیث دیگری وارد است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم غسل وجهه مرة و مرتين و 3، 1 بار هم شستن و 2 بار هم شستن و 3 بار هم شستن. لذا علما به این نظر تقریبا متفق هستند که شستن 1 بار فرض است، اما بیشتر از او 2 بار 3 بار سنت و مستحب است و از 3 بار باید زیاد شسته نشود. از او شسته شد، از او کسی زیاد کرد و زیادت در دین است و بدعت است. بعد از او میگه ثم غسل یده الیمنى الى المرفق 3 مرات، دست راست خود را تا به مرفق تا آرنج 3 بار شستن. در اینجا الا علما میگن به معنای مع است، یعنی به این معنی که شستن باید شامل مرفق شود، آرنج هم باید شسته شود. اگر آرنج شسته نشود وضو ناتکمیل است، فرض وضو ناقص است. لذا علما میگن که علما هم به اتفاق نظر دارن که مرفقین یعنی آرنج در شستن دستها داخل است. اگر کسی که دستهای خود را شست و آرنج را نشست، فرض از او ناتکمیل است، باید از سر بشوید. ثم غسل رجله ثم اليسرى مثل ذلك، بعد از او دست چپ خود را هم مثل دست راست خود تا به آرنج ها شست. ثم مسح برأسه، بعد از او سر خود را مسح کرد. اینجا با زائد است، همچنان که در آیه آمده. در آیه هم بار علما با زائد میگن، معنا نداره، یعنی با به معنا گفته میشه، با زائد. یعنی ثم مسح رأسه، بعد از او سر خود را مسح کرد. در اینجا هم مطلق ذکر شده، همچنان در این حدیث و در آیات مسح سر مطلق ذکر شده که باید همه سر مسح شود یا ربع سر مسح شود یا اندک سر مسح شود، مطلق است. لذا همه احتمالات وارد است. از این خاطر علما مذاهب اهل سنت اختلاف نظر دارند. امام شافعی نظرش است که اگر مقدمه سر مسح شود فرض انجام میشه، یعنی فرض فقط مسح کردن مقدمه سر است، اما همه سر سنت است. امام ابو حنیفه نظرش است که ربع سر مسح کردنش فرض است، اما همه سر سنت است. اگر ربع سر مسح شود فرض انجام می‌یابد، لیکن بهتر و خوب است که باید همه سر مسح شود. علمای مالکی و علمای حنابلة به این نظر هستند که همه سر مسح کردنش فرض است، لذا باید همه سر مسح شود. و علمای احناف که ربع سر چیز میگن فرض میگن، باقی را سنت میگن، با عمل ابن عمر استدلال کردن که حضرت ابن عمر همیشه اکثر اوقات به ربع سر اکتفا میکرد. در بعضی روایت آمد که حضرت ابن عمر ربع سر خود را مسح میکرد و در صحابه کرام دیگه دیده نشده که کسی مخالفت ابن عمر را کرده باشه. لذا اونها میگن که حضرت ابن عمر از آیه همین را فهمیده که ربع سر است فقط فرض، اما همه سر سنت است که همه سر مسح شود. بعد از او میگه که ثم غسل رجله الیمنى الى الكعبین 3 مرات، بعد از او
پای راست خود را تا به کعبین، تا به قوزه ها یا به جلک ها 3 بار شستند. ثم یسرا مثل ذلك، بعد از او پای چپ خود را هم مثل پای راست خود 3 بار تا به قوزه ها شستند. و در اینجا هم الا به معنای معاص، به این معنا که یعنی کعبین یا قوزه ها یا به جلک ها داخل است در شستن. وقتی که انسان پای خود را میشوید فرض است که به جلک های خود را بشوید. اگر به جلک ها یا قوزه های پایش خشک باند فرض ادا و انجام نمیشه. و در مورد از که کعبین کدام قسمت پای را گفته میشه، جمهور اکثر علما رأیش هست که 2 استخوانی که از 2 بغل پای برآمده که بعضیا او را قوزه میگن و بعضیا به جلک میگن او را کعبین گفته میشه زبان عربی. لیکن بعضی از علما به این نظر هستند که نه، کعبین استخوانی را گفته میشه که در بالای پای موجود است. لیکن این رأی ضعیف است. رأی قوی و اکثر علما هم است که کعبین 2 استخوانی را گفته میشه که در 2 پهلوی راست و چپ پای موجود است و شستن پای تا به اینجا واجب است. وقتی که انسان پای خود را در وضو میشوید باید قوزه های پای خود را هم بشوید، اگر نشوید فرض وضو انجام نمیشه. احکامی که ما از حدیث حضرت عثمان استنباط میکنیم، اولا است که علما به اتفاق نظر دارن که 4 اعضایی که شستن از او در آیه کریمه در آیه 6 سوره مائده آمده، شستن این 4 اعضا به اتفاق علما فرض و واجب است. و اگر یکی از این اعضا در وضو شسته نشود وضو ناتکمیل است، باید از سر وضو بکنیم. اما در مورد از که چند بار شسته شود، قسمی که قبلا گفتیم فقط علما میگن 1 بار شستنش واجب است و اما 2 بار و 3 بار این سنت است. چون در حدیث از قسمی قبلا گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله توضأ مرتين و مرة و ثلث بعض الاعضاء، یعنی 1 بار هم 2 بار هم شستن، 1 بار هم شستن و بعضی اعضا را 3 بار هم شستن. از این معلوم میشه که 3 بار شستنش فرض نیست، فقط 1 بار شستنش فرض است و 3 بار شستن سنت است. از 3 بار اضافه شستن بدعت است و ناجایز است. این 4 اعضا، شستن این 4 اعضا که در آیه کریمه وارد است، این به اتفاق علما فرض واجب است. باقی میمونه 2 موضوع دیگر یا 3 موضوع دیگر که در او اختلاف نظر دارن علما که آیا واجب است یا واجب نیست. اول اینکه ترتیب، چون در آیات هم ترتیب آمده فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. ترتیب آمده، اول باید روی شسته شود، بعد از او دستها تا رنجها، بعد از او سر مسح شود، بعد از او پای شسته شود. ترتیب در آیه آمده. لذا بعضی علمای شافعی و حنابلة به این نظر هستند که ترتیب هم فرض و واجب است. و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ حدیثی وارد نشده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون ترتیب وضو کرده باشه. همیشه هر صحابه‌ای که فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در وضو نقل میکنه به ترتیب نقل کردن. لذا مداومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این دلالت میکنه که ترتیب هم واجب است. لیکن علمای احناف به این نظر هستند که ترتیب واجب نیست، اگر ترتیب هم ساقط شود وضو صحیح است. و همچنین موضوع دیگر که در اختلاف نظر دارن موضوع موالات است، یعنی پی در پی وضو کردن، عدم توقف ندادن در مابین افعال وضو. این را هم علمای مالکی و حنابلة واجب میدانن و علمای احناف و شافعی و زیادتر علما واجب نمیدانن، بلکه سنت میدانن. اگر توقفی حاصل شود وضو صحیح است، اشکال نداره، لیکن سنت است که موالات پی در پی وضو کرده شود. و مسئله سوم که در اختلاف دارن مسئله مزمزه و استنشاق است که آیا واجب است یا واجب نیست. قسمی که قبلا گفتیم جمهور علما و علمای احناف و اکثر علما به این نظر هستند که واجب نیست، چون در آیه وضو آیه 6 سوره مائده ذکر نشده است. و همچنین حدیث امام دارقطنی روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن انه لا تتم صلاة احدکم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين. که خداوند متعال وضوء نماز یکی از شما قبول نمیکنه تا اینکه
وضو کنه به شکلی که خداوند او را امر کرده. مطلبش است یعنی با افعالی را انجام بده که در آیه 6 سوره مائده ذکر شده که اول باید روی خود را بشویه و بعد از او دستهای خود را بشویه تا آرنجها و بعد از او سر خود را مسح کنه و بعد از او پاهای خود را تا قوزه ها بشوید. در این حدیث هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مزمزه و استنشاق را ذکر نکردند، فقط 4 افعالی را ذکر کردند که در آیه 6 سوره مائده ذکر شده. لذا این حدیث هم دلالت به این میکند که مزمزه و استنشاق فرض یا واجب نیست، بلکه سنت است از جمله سنت هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کرده در وضو. اما اگر از پیش انسان ساقط شد، وضو انسان ناتکمیل نمیبونه بلکه کامل است. ولیکن بعضی از علمای حنابلة و بعضی از شوافی رحمهم الله به این نظر هستند که چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه به این کار مداومت کرده، مداومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت به وجوب میکنه، لذا مزمزه و استنشاق هم از جمله واجبات وضو هست. و شستن روی علما میگن که آنچه که به او اطلاق روی میشه که از برآمدن موی پیشانی تا زیر زنخ و از یک نرمه گوش تا این نرمه گوش دیگر شستن اینجا فرض است و شستن دستها هم قسمی گفتیم تا آرنجها و آرنجها داخل است و شستن پایها تا بجلکها و بجلکها داخل است در او. این همه مورد اتفاق است، فقط مورد اختلاف مسح سر است که چقدر باید مسح شود. گفتیم که علمای شوافی میگن که فقط مقدمه سر پیش اندازه چند موی از پیشانی فرض است، باقی سنت است. اما احناف به این نظر هستند که فقط ربع سر فرض است و دیگه ایش سنت است. و اما علمای شوافی و حنابلة به این نظر هستند که باید همه سر مسح شود، همه سر مسح کردنش فرض است و باید همه سر مسح شود. این بود دوستان عزیز احکامی که متعلق میگرفت به حدیث حضرت عثمان که فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در وضو به ما نقل کردن و آیه 6 سوره مائده که بیان کننده فرایض وضو است خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردم. ان شاء الله در قسمت های آینده برنامه احادیثی که متعلق به دیگر سنت های وضو میگیره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه چیز را در وضو سنت گفتن و چه چیز را مستحب گفتن و چه چیز شکننده و نواقض وضو است او را خدمت شما یک ان شاء الله در قسمت های آینده برنامه ذکر میکنم و به اینجا در قسمت برنامه در اینجا اکتفا میکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.